سلام و درود بر شما همراهان عزیز. فاطمه هستم، به کانال آشپزی خودتون خوش اومدین. امشب میخوایم با هم یه شام خیلی خوشمزه با سبزیجات و مرغ درست کنیم. اسم این غذای خوشمزه ما تحچین اسفناجه. البته تحچین اسفناج من یه کوچولو متفاوت تره به خاطر ترکیبات سبزی. اسفناج هممون میدونیم یه مقدار شیرینه. برای اینکه من شیرینی این سبزی رو بگیرم و عطر این تحچینمو بیشتر کنم، از سیر سبزی که الان فصلشه استفاده کردم و یک مقدار جعفری ترکیب این سبزی اسفناجم میکنم. همونطور که توی ویدیو مشاهده میکنین من سیرم جدا خورد کردم، نوبت رسید به جعفری هم خوردش کردم. حالا نوبت اسفناجمونه. اسفناجم به دلخواه خودتون میتونین مثل جعفری و سیر خیلی خوردش کنین یا مثل من توی تصویری که میبینین فقط در حد چند تا چاقو کافی باشه، چون اسفناج وقتی حرارت میبینه آبش میسوزه و به شدت حجمش کم میشه. کار سبزی که تموم شد میریم سراغ یک دونه پیاز. ترجیحاً کوچیک باشه چون طبیعت پیازم شیرینه، نمیخوایم که برنجمون یا تحچینمون خیلی طبیعت شیرینی داشته باشه. پیازو میذاریم سرخ بشه. تو این فرصتی که پیازمون طلایی بشه میریم سراغ مرحله بعدی. مرغمونه. شما میتونین هر شکلی که دوست دارین، حالا حبه خوردش کردم، حالا شما اگر دوست دارین حتی میتونین از چرخ کرده مرغ هم استفاده کنین. بعد از اینکه پیازمون به این مرحله رسید، مرغ هایی که حبه خوردش کردیم بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم با حرارت خیلی کم یک مقدار رنگ مرغمون عوض بشه. ادویه هایی هم که برای مرغ استفاده میکنم یک مقدار فلفل سیاه و نمک و در کنار همه اینا یک مقدار زعفران. حالا زعفرانم اضافه میکنم هم واسه بوی خیلی خوب مرغ، هم واسه یکی از ترکیبات اصلی این تحچینمون زعفرونشه. دیگه تو این مرحله پخت مرغ کافی بوده. تو همون تابه من اول اسفناج رو میریزم و بعد سیر و جعفری رو هم اضافه میکنم. شما اگر دوست ندارین میتونین سیر و جعفری رو حذف کنین، ولی ترکیبش با اسفناج خیلی خوشمزه میشه. اجازه میدیم که آب اضافی سبزی گرفته بشه و در مرحله آخرم که به این مرحله رسید بهش یک مقدار کره اضافه میکنم. به اسفناجتون هم یک مقدار نمک و فلفل سیاه میتونین بزنین. من توی مرحله بهشون اضافه کردم. حالا نوبت میرسه به برنجمون. میذارم که بعد از حدود 7 الی 8 دقیقه برنجم رو آبکش میکنم. یه مقدار از برنجم به عنوان تحچین زعفرانی کردم. کاملا کف قابلمه صافش میکنم. یه لایه خیلی کم برنج سفید میریزم. اول از همه اسفناج. دقت کنید اسفناج به دیواره های قابلمه نخوره که زود سیاه شه. تا اونجا که میتونین برنج سفید و دور مواد تحچینتون بریزین. حالا مرغ رو میریزم. مرغ همونجور که واسه اسفناج گفتم سعی کنیم به دیواره نخوره. بقیه برنجم بهش اضافه میکنیم. یه قسمت جذاب
برای مرحله آخر پخت این تحجینه. اونم بخش جذاب تره حیوانیه. حالا البته اگر دوست نداری میتونی حذف کنی، ولی عطر این تحجینمون رو خیلی خوش‌طعم میکنه به همراه زعفرون. این تحجینمون چون هم مرغش هم ته برنجمون و هم روش زعفرون زدیم یه عطر بی‌نظیری داره. بره که دم بکشه. ممنونم که تا به اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که این غذای لذیذ و خوشمزه و مفید و درست کنید و در کنار خانواده لذت ببرین. اگر کانالمون رو سابسکرایب ندارین خوشحال میشم با سابسکرایب کردن از من حمایت کنین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.